این ساختمان مخروبه نخستین مطبعه دولتی در شهر کنه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است که در درازای چندین سال گذشته از آن استفاده نشده و به ویرانه تبدیل شده است. اکنون این مکان از سوی حکومت بازسازی می شود و به گفته مسئولان محلی بدخشان بازسازی ابتدایی 3 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و قرار است این مخروبه به پارک تفریحی تبدیل شود. به نام اداره اطلاعات به سابقه یاد می شد و اینجا دیوال محوطه نداشت و کاملا به یک مخروبه تبدیل شده بود. بودجهش از عواید داخلی کشور تامین می شود و تقریبا در حدود 3 میلیون افغانی بودجه دارد. این ما می خواهیم که یک پارک و یک جای تفریحی، یعنی یک جای به خاطر محافل های فرهنگی بسازیم. دیوار احاطه به طول 150 متر است. ارتفاع دیوار هم 375 متر و احتمالاً که تا 2 ماه خلاص شود. دیگه بودجهش هم در حدود 30 لک است و این فقط به خاطر محافظت از همین محوطه که قبلا در اینجا بخش مطبوعات بوده به خاطر حفاظت همین امور می شود. ساخت این ویرانه به پارک تفریحی با استقبال گرم باشندگان بدخشان روبرو شده است. مردم محیط منطقه در این منطقه که زندگی میکنن از بازسازی جا که جور میشه و بازسازی میشه بسیار خوشحال و خرسند هستند از اینکه یک جای مخروبه و تخریب شده و سالهای متمادی از جای استفاده خراب میشه و الحمدلله که امروز جور میشه و آباد میشه، همه مردم خوشحال هستند. این در حالی است که در ولایت بدخشان پارک تفریحی معیاری وجود ندارد و باشندگان این ولایت همواره از مسئولان خواستار ایجاد تفریحگاه در این ولایت شدند.